سلام و وقت بر شما بخیر. امروز چهارشنبه 18 جدی 1403 هجری خورشیدی که برابر است به 8 جنوری 2025 میلادی. من بینظیر بکتاش در مجموعه خبری امروز با شما هستم. معاون سخنگوی امارت اسلامی اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا مبنی بر ارسال کمک‌های مالی به افغانستان را رد کرد. حمدالله فطرت گفته که پول‌های ارسال شده به افغانستان هزینه خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و انتقال افغان‌ها به آن کشور است. وی همچنان امریکا را متهم به منجمد کردن دارایی‌های افغانستان کرده است. شرح بیشتر از همکارم اسماعیل سادات. پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور بر اساس گزارش‌ها هفته 40 میلیون دلار برای حمایت از کمک‌های بشری در افغانستان از سوی امریکا ارسال می‌گردد. برخی از مقام‌های امریکایی از دستیابی امارت اسلامی به این کمک‌ها بارها ابراز نگرانی کردند، اما دولت بایدن گفته که این پول برای کمک‌های بشری در افغانستان هزینه می‌شود. اکنون دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا از ارسال این کمک‌ها انتقاد کرده است. ترامپ این کمک‌ها را از سوی جو بایدن و غیر قابل قبول دانسته است. این غیر قابل قبول است. میلیون ها نه بلکه میلیاردها دلار ما به طالبان می دهیم. این را بایدن داده است. این مقدار پول می تواند ارزشمندترین دارایی ما را از بین ببرد. معاون سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به سخنان دونالد ترامپ گفته که امارت اسلامی یک افغانی از سوی امریکا دریافت و درخواست نکرده است. حمدالله فطرت امریکا را متهم به منجمد ساختن دارایی‌های افغانستان کرده است. د امریکا له لوري له اسلامي امارت سره د میلیارډونو او یا میلیونونو ډالرو د مرستو ادعاوې په بشپړ ډول ناسمې دي او موږ په کلکه ردوو. حقیقت دا دی چې امریکا اسلامي امارت ته نه یوازې داسې یوه روپۍ مرسته نه ده ورکړې، بلکې د افغانستان د خلکو میلیارډونه ډالر یې غصب او کنګل کړي دي. اسلامي امارت له امریکا څخه د کومې مرستې توقع نه لري او نه هم کله غوښتنه کړې ده. حمدالله فطرت همچنان بیان داشته که پول‌های ارسال شده به افغانستان هزینه خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و انتقال افغان‌ها به آن کشور شده است. و گفته آقای فطرت امریکا این پول را به نام افغانستان و برای تطبیق اهدافش هزینه کرده است. هغه پیسې چې امریکا یادونه کوي هغه د امریکا هغه مصارف دي چې ډېره برخه له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو پر تېښته او وتلو مصرف شوی او یا دغو افغانانو پر وتلو او ځای پر ځای کولو لګول شوي دي چې له دوی سره یو ځای له افغانستانه وتښتېدل. شاید یوه اندازه د نړیوالو مؤسسو له لوري په اصطلاح د بشري مرستو په نوم هم لګېدلې وي. هیچ باورم نمیشه که آمریکایی‌ها افغانستان که نقطه بسیار بارز استراتژیک جنوب آسیا است اونا را فارغ از چنین گپا بسازه و سیاست‌های خود دور بسازش. از این لحاظ فکر میکنم که برای آمریکا رقابت برای روسیه و چین و ایران در افغانستان بسیار اولویت‌های کلان داره. از همین خاطر است که حاکمیت فعلی افغانستان از زیاد کمک میکنه. دونالد ترامپ در بخش دیگر از سخنانش بار دیگر از نحو خروج نیروهای امریکایی از افغانستان انتقاد کرده و آن را احمقانه خوانده است. آقای ترامپ گفته که پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان میلیاردها دلار تسلیحات در افغانستان جا مانده است. ما می‌خواستیم از افغانستان با عزت و قدرت بیرون شویم، نه اینکه مثل یک گروه احمق‌ها به نظر رسیدیم که 13 نفر ما کشته شد و بسیاری دیگر به گونه وحشتناک زخمی شدند. پیش از این تیم برجت نماینده کنگره امریکا با ارسال نامه به دونالد ترامپ خواهان توقف کمک‌های مالی امریکا به افغانستان شده بود. بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر نیز گفته بود که واشنگتن در 3 سال گذشته 3.33 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. شماری از باشندگان کابل نیز از نرسیدن کمک‌های بشری به نیازمندان شکایت کرده و میگویند که از فقر و مشکلات اقتصادی رنج میبرند. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل هم گفته که نیم از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشری نیاز خواهد داشت. خالده عمری گزارش میدهد. در حالی که دمای هوا در کابل به زیر صفر رسیده است، بسیاری از خانواده‌ها در این شهر توانایی تامین نیازهای اولیه خود را ندارند. باشندگان کابل میگویند که کمک‌های بشری به دست آنان نرسیده و بسیاری از خانواده‌ها حتی برای خرید مواد غذایی و سوخت زمستانی با مشکل جدی روبرو هستند. خداداد 29 ساله در یکی از جاده‌های شهر کابل پنچرمینی می‌کند.
او از تیرگی روزگارش صحبت می کند و می افزاید که تا حال هیچ گونه مساعدت تحت عنوان کمک های بشری دریافت نکرده و توانایی خرید مواد سوخت برای گرم کردن خانه اش را نیز ندارد. آدم بی‌سواد باشه، کور ناخوان باشه، دیگه واسطه نباشه، یه وقت باشه غیر واسطه بازی است. هم پس ماندم دیگه. غفور باشنده دیگر کابل است و او هیچ درآمدی برای تامین نیازهای زندگیش ندارد و میگوید که فصل سرما و بیکاری در کشور به مشکلات زندگیش افزوده است. یگانه مشکلات ما مواد سوخت است، دیگر توانایی را نداریم یک پوشاک ساز بخریم که یعنی بدن خود بکنیم. این میبینید دوستای عزیز، دیگر از مواد سوخت هم هیچ درکش نیست، اصلا به ما کمکی نکرده هستند. همزمان با این دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر بیانیه میگوید که 22.9 میلیون تن در افغانستان، تقریبا نیمه از نفوذ این کشور، برای بقا در سال روان میلادی به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. سازمان ملل متحد کمک بکنه، کمک های خود افزایش بده و هم امارت اسلامی حداقل زغال که امکانات داخلی است و جنگلات هم در خدمت مردم افغانستان است، این باید به شکل رایگان برای مردم افغانستان در دسترسشان قرار بده. با این که بارها سازمان های امدادرسان از ارائه کمک های بشری در کشور خبر دادند، اما باشندگان کابل میگویند که این کمک ها برای یک تعداد معدودی از مردم ارائه می شود. په غریبۍ او په دې کې تلاش کوم لګیم خپل ځان مې سرولې دی. اوس چې ګرچا ګورم کومکونه کېږي ډېر زیات، خو غریبو ته نه رسي. با ادامه سرمای زمستان و تشدید بحران اقتصادی، مردم افغانستان در شرایط بسیار دشوار قرار دارند. باشندگان کابل از جامعه بین المللی و نهادهای امدادرسان خواستار اقدام فوری برای نجات جان مردم در این روزهای سخت هستند. دست کم 14 دکان در یک مارکت در ساحه پل خشتی شهر کابل به گونه کامل سوخته است. گواهان رویداد میگویند که این آتش سوزی از اثر آتش گرفتن یک بالون گاز صورت گرفته که خسارات مالی هنگفت به دکانداران وارد کرده است. احمد شاه غفاری گزارش میدهد. آتش سوزی در مارکت سابقه پایندت در ساحه پل خشتی کابل حوالی ساعت 2:30 قبل از ظهر امروز از اثر آتش گرفتن یک بالون گاز آغاز شد و خسارات هنگفت مالی تا $400,000 به جا مانده است. در این آتش سوزی 14 دکان چپلک و دوافروشی به گونه کامل سوخته است. هغه ځای کې د ګازو ډبو ور واخیسته، ذاتي د امغه تاریخ نه ټول ګسترای ور واخیسته. دغه د استاد په خپل سترګو ویني چې دغه ځای د تخصیصي وي دي آین داسې تر ټول تقریبا یو 14 دکان به وي. څومره خساره به رسیدي؟ یا څه کابه خساره رسیدلی نو د خبره $2.5 لک خلق ته ورسېده. $2.5 لک ټول دوا و، ټول د خلکو مشکلات هغه ټول دوا. دکاندارانی که از اثر این آتش سوزی زیانمند شدند از مسئولان امارت اسلامی خواهان همکاری شدند. خواستم از امی است که بر ما همینقدر کمک کنه که دست ما بچله، حکومت و راه ها را بر ما درست کنه. مثال بیروبار است راه اتفاقی زود رسیدگی بتونه به آتش سوزی که مالای ما حریق نشه و مالای ما که سوخته دیگه تقریبا بعد یک 7 لک خسارت دیده. این حال دیگه حکومت خودش میفهمه که چقدر همراه ما باید کمک کنه. همزمان برخی از گواهان رویداد از دکانداران میخواهند تا در فصل سرما در استفاده از گاز و برق از احتیاط کار گیرند. داخل مارکت دود برآمد. وقتی که درون شدیم از این طرف دود می آمد باز کلگی دویدو کاری شروع شد. 5 دقیقه نشد که ما یک موتر اطفائیه رسید. مشکل رسید با در دگاهش آمد، مردم بند کردن، دروازه مواسطه را تا کردن. باید احتیاطی وسی دا بی احتیاطی لوجه دا ور منځ سوی ده تماشه باید مخنیوی وسی او خلک باید احتیاط وکړي. پیش از این شمار از بازارهای بزرگ در پایتخت به علت غیر معیاری بودنشان در آتش سوخته و میلیون ها دلار به بخش خصوصی زیان وارد کرده است.
مسئولان محلی هرات به هدف آشنایی با محصولات شهرک صنعتی و فرهنگسازی برای استفاده از تولیدات داخلی از فابریکه‌های این ولایت بازدید کردند. آنان تاکید می‌کنند که حکومت سرپرست برای خودکفایی کشور از صنعتکاران حمایت می‌کنند. صنعتکاران در این ولایت نبود برق و واردات کالاهای مشابه را چالش بزرگ در راستای فعالیت فابریکه‌هایشان عنوان می‌کنند. همکارم عارف عدیل بیشتر در این جزئیات. مسئولان محلی هرات به هدف آشنایی با محصولات داخلی از روند تولید کارخانه ها بازدید کردند. آنان میگویند از صنعتکاران برای خودکفایی کشور حمایت میکنند و برنامه فرهنگ سازی برای استفاده از تولیدات داخلی را روی دست گرفته اند. ترڅو دغه صنعتي شهرک خلکو ته وپېژندل سي او د خپلو داخلي تولیداتو د استفادې په خاطر سي خلک تشویق سي او دا فرهنګ عام سي ترڅو موږ له داخلي تولیداتو نه استفاده وکړو. افزایش فابریکه‌های تولیدی در شهرک صنعتی هرات برای کشاورزان، مالداران و صدها باشنده این ولایت زمینه کار را فراهم کرده است. برخی از کارمندان فابریکه‌های شهرک صنعتی توسعه فعالیت کارخانه‌ها را دستاورد بزرگ در عرصه خودکفایی اقتصادی کشور می‌دانند. سپاسگزارم که همچنین زمینی کاری برای مهیا شده که از رفتن به ایران و یا خارج نیازی ندارم که برم مصارف زندگی من خوبه خدا را شکر. اگر امروز زراعت ما یا دیغانی ما پیشرفت کنه، تاجر ما پیشرفت، مملکت ما خود ما باعث پیشرفت خودمون یک دستاورد بزرگه. همکنون بیش از 1000 کارخانه تولیدی در ولایت هرات فعالیت دارد و اما صنعتکاران میگویند که کمبود برق، مالیات و ورود محصولات مشابه فعالیت کارخانه های تولیدی را به چالش کشیده است. مشکل دیگه عمده ما اینه که دوا از هر در دیوار به افغانستان میای، بازار به سر ما تنگه، بازار دمپینگ هم هست، ما متاسفانه ضربه میزنن، نمیذارن که صنعت ما رشد بکنه، صنعت سرپا بتونه ایستاد بشه. مسئولان ریاست صنعت و تجارت هرات میگویند که حکومت برای خودکفایی کشور در عرصه تولید تلاش دارد و سهولت‌های لازم را برای رشد صنعت فراهم می‌سازند. برېښنا وجود یا د برېښنا ظرفیت دا واقعیت خبره ده، خو منتها په لوړه کچه او د هرات ولایت د محلي ادارې په کچه باندې دا کوششونه شروع دي چې څنګه کولی شو. بر بنیاد آمار ریاست صنعت و تجارت هرات همکنون بیش از 400 سرمایه گذار خواهان سرمایه گذاری برای ایجاد کارخانه در شهرک صنعتی این ولایت اند. کشاورزان در برخی از ولایت‌های کشور از نداشتن آگاهی از سبک‌های جدید کشاورزی شکایت دارند. آنان می‌گویند هزینه‌های زندگیشان را از رهگذر کشاورزی تامین می‌کنند و آنان تاکنون از سوی نهادهای جهانی و حکومت هیچ گونه همکاری در راستای آموزش‌دهی در مورد سبک‌های جدید کشاورزی با آنان صورت نگرفته است. ستاره قادری گزارش می‌دهد. بر اساس آمارها همکنون 80% مردم کشور در بخش کشاورزی مصروف هستند و عواید 60% از خانواده ها از همین راه تامین می شود. کشاورزان به ویژه در مناطق دورافتاده مانند ولایت نیمروز از مشکلاتشان شکایت می کنند. امین الله 45 ساله 15 سال است که از رهگذر کشاورزی هزینه های خود را تامین می کند. او میگوید که دولت و نهادهای بین المللی وعده داده بودند که در صورت کنار گذاشتن کشت خاشخاش تخم‌های بدیل در اختیار کشاورزان قرار خواهند داد. او تاکید می‌کند که تاکنون هیچ گونه کمکی در این زمینه دریافت نکرده و با مشکلات مالی مواجه است. موږ سره نه نړیوالو نه د حکومت خاصه کم کومک نه دی سوی چې موږ بزګران زموږ د ولس خلک ډیر ستړي دي. موږ د نړیوالو د دولت څخه د اسلامي امارات څخه دا توقع ده چې زموږ سره کومکونه وکړي، زموږ مشکلاتو ته وګوري. اما کشاورزان نداشتن آگاهی از سبک جدید کشاورزی را نیز از چالش‌های بزرگشان می‌دانند. موږ چې تاریاکې پر موږ بند کړي دي او موږ ته کوم یو مرسته هم د نړیوال د خوا څخه یا د حکومت د طرفه موږ ته نه ده رسېدلې. نو موږ په دې کې ډېر دغه یو ستومانه یو او ستړي یو، دا ولس ټوله ستړی او ستومانه دی. باید زموږ سره همکاري وکړي، زموږ سره کومک وکړي
آژانس توسعه بین المللی آمریکا میگوید که سید عثمان از ولایت جوزجان در جنوری سال 2024 در یک دوره آموزشی با بودجه این آژانس روش‌های جدید کشاورزی را آموخت که موجب افزایش قابل توجه محصول گندم وی شده است. با توجه به شرایط فعلی نظام اقتصادی افغانستان، ما برای که بتونیم یک زیرساخت‌های طولانی مدت برای نظام اقتصادی افغانستان به وجود بیاریم، نیازمند از هستیم که بالای منابع زیرساختی از جمله کشاورزی و دامداری ما بتونیم سرمایه‌گذاری اعظمی و ایجاد یک نوع حالت بهینه‌سازی در این دو سکتور به وجود بیاریم. برای امارت اسلامی در مورد منع کشت قاچاق و تولید مواد مخدر کشت خشخاش در کشور کاهش یافته، اما این فرمان کشاورزان را با چالش‌های اقتصادی زیاد روبرو ساخته است. از توجه و همراهیتان سپاس و از شما دعوت می‌کنیم در ادامه نیز با برنامه‌های بعدی یک باشید. خدا نگهدار.